خب بچه های گل توی خونه میبینیم که پارچه خط داره. میبینی؟ صبح بدم میبینی؟ این میگن ضایعات پارچه، یعنی هرچی بافتی چی خرابه. مشکلش کجاست؟ مشکلش در آوردم، الان اینجوری کش در رفته از لای این نخ برای خوشگل یکش نیست. اگه گفتین کجاست اینها پیداش کردم. کششو باید بندازیم. خب بچه های گل خونت کمکم کن. بیار اینجا دونینو، بیار 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 بیار. به این صورت. آها 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 آها. آقای تارلو مهمه از کجا رد میشه؟ بله 100%. اگه از اون یک سوراخ بره دونه میزنه عزیز دلم و شما باید اون پارچه رو بندازید زیر کونتون، جای دیگه به درد نمیخوره. چطور